تلاش 100 ساله. چرا 100 سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بی نتیجه ماند؟ یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده‌ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان. آقای دکتر نراقی، با شناختی که شما از جامعه ایران دارید به عنوان یک جامعه شناس، بفرمایید چگونه است که ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود فعالیت‌های مختلفی رو که کرده نتونسته به آزادی دسترسی پیدا کنه؟ برای اینکه از ابتدا آزادی خواهان ایران نتونستن پیوند آزادی رو با روح ایرانی بشناسن، به هم ربط بدن. این پیوند رو نتونستن به پی ببرن و از اول آزادی یه مسیری داشته خارج از اعتقادات، به خصوص خارج از دین شیعه و مذهب اسلام برای اونا. بنابراین این ضدیت علنی یا غیر علنی مانع بوده از اینکه اسلام بپذیره آزادی رو. و آزادی همیشه یک امر خارجی بوده از این جامعه و از این سابقه تاریخی. از ما نمی‌فرمایید که اسلام بوده طی 100 سال گذشته؟ نه، اسلامی که مروجین و دموکرات‌ها و آزادیخواهان نتونستن از اونجا روح عرفانی اسلام بیارن بیرون. اسلام خشن شریعت مداری رو فقط تبلیغ کردن، جز این چیز دیگه نمیشناختن. یعنی عارف مانند نبودن، مولوی و حافظ نبودن که اونجور بگه. حافظ که میگه عارفان واعظان که این جلوه در محراب منبر میکنن، چون به خلوت بروند اون کار دیگر میکنن. با این بساط آخوندی و این ریاکاری همه عرفا مخالف بودن، اما روی دین مخالف نبودن. اما عرفانی که میگن بمجدم عرفان در این مملکت موج پیدا کرده، وسیع شده، به تمام دنیا اثر گذاشته. من نمیگم خارج از دین، اما دین عارفانه، نه دین شریعت معاب، نه دین نماز تو خوندی نخوندی فلان کار بود، نمیدونم وقتی طهارت میگیری چطور طهارت میگیری، اینا نه. دین به معنای معنوی کلمه. و من یادمه تمام آدمای دیندار واقعی که پدرم، من الان 80 سال بیشترم دیگه، من یادمه آدمای 60 سال پیش 70 سال پیش اینا چجوری بدون تظاهر مسلمان بودن. الان شده همش تظاهر. حتی قبل از انقلاب هم تظاهر بود به دین. دین دخولی بوده برای خیلیا، دین معنوی، دین روحانی نبوده. به این جهت ما نتونستیم اینو خورد آزادی بدیم. اما یک کشوری مثل هند با وجود یک آدمی مثل گاندی تونسته روح مذهب خودشو که به صورت که با در حال تضاد با آزادی نیست بس بده و کمک کنه به پیشرفت آزادی. ولی آقای احسان نراقی، 100 سال قبل که ملت ایران به پا خواست در آغاز انقلاب مشروطه، مسئله مذهب نبود در آن دوره. نه ببینید، مذهب نبود، اما جایی هم آزادی بود. اگر نه آزادی، ولی جایی هم نبود که جا بیفته. چیز نبود که بمجد جا نیفتاد دیگه. باید علت که چرا جا نیفتاد آزادی، برای که با روح ایرانی نمیخون. برای که طوری که آزادی خواهان مستفرد آمدن آزادی رو اینجا خواستن اشاعه بدن، این یه نحوه بود که با ذوق و ذائقه اکثر جامعه تطبیق نمی‌کرد. صحیح. در 28 مرداد چه می‌فرمایید؟ 28 مرداد خراب کرده بود. آقای دکتر مصدق بزرگترین فرصت تاریخی رو از دست ما گرفت. مصدق که آدم پاکی بود، آدم وطن پرستی بود، نکرد که نفت رو حل بکنه. نفت یه مشکل جهانی و ملی برای ما و معلوم بود که عاقبتش این میشه. همه آدمای باهوش و خردمند میدونستن که این وضع مصدق به جای نمیرسه. اون یه حساب دیگه است، اون ربطی به آزادی نداره. پس سال 57 چه میفرمایید؟ 57 مردم مستعصم شدن از بدرفتاری‌های شاه، از غلطکاری‌های شاه، از خودخواهی‌های شاه، خواستن به طرف یک چیز دیگه برن. باید فکر کردن شاید مذهب با همین فرمی که من میگم ناقص و غیر واقعا غیر آزادی خواهیش راه حل باشه، چون جای دیگه پیدا نکردن، رفتن دنبال اینا و حالا مایوسن، هم اکثرشون مایوسن.
همه اونا که سینه میزنن برای آزادی الان دیگه اون حرفو نمیزنن، میگن ما گور خوردیم. ما نمیدونستیم که حکومت اسلامی یک چنین چیز ظالمانه‌ایه، غیر دموکراتیکه، با هیچ قواره درست در نمیاد، با هیچ اصل درست در نمیاد. نه آزادی افلاطونی یونانی، نه آزادی اسلامی عارفانه، نه آزادی فارابی و ملا صدرا در نمیاد، جور در نمیاد. برای مخالفت از نقش روشنفکران ایرانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ روشنفکران باید خودشون عوض کنن. روشنفکران باید از این جریان پند بگیرن، این نگاه بکنن به وضع هند، به وضع نیلسون ماندلا. نیلسون ماندلا مهمترین کاری که کرد انتقامجویی رو از مسلک خودش دور کرد. این آقایون که الان آدم کشتن، آدم میکشن، بازم کشتن، ایران الان شد دومین کشوری از تعداد اعدامی در دنیا، برای که اون روح از بین برده، روح عرفانی گذشت. و نیلسون ماندلا خانمش آمده بود یونسکو برای ما گفت وقتی ما رفتیم، گفتیم وقتی رفتی نیلسون ماندلا رو آوردیش خونه چی گفت؟ وقتی ما رفتیم عقبش از زندان بعد از 20 و چند سال زندانی گفتیم بیا خونه، گفت من نمیام خونه، اول بریم پیش تئوریسین اپارتاید، اون کسی که منو به زندان انداخته. گفتیم اون مرده، گفت بریم زنشو ببینیم. رفتیم اونجا، گفت خانم من به شما بگم با اینکه شوهر شما باعث این همه دوره زندان من شده، ولی بدونید که من کوچکترین کینه در دل ندارم. و این بعد همه مورخین نوشتن اگه این کار نکرده بود نیلسون ماندلا، از فرداش سیاه میریختن به جون سفید پوستا، قتل عام میکردن سفیدا رو. این هنر یه مرد متفکر مؤمن اگرم خداپرستی هست در اون هست، که نه اینکه انتقام جویی. شما نکنید از مسلمانای ما الان چی مونده باقی؟ انتقام جویی، ترور و آدم کشی. اسلام رو بشه یک نگاه دیگه میکنن، اون نگاه عارفانه که به نظر من برای تمام بزرگان اسلام در گذشته بوده، اون نگاه ما حذف کردیم از زندگیمون. این چیز انتقامجویی و خشونت و اینا رو انداختیم. این کارهایی که ایران کرده در این چند سال همش تبلیغ ضد اسلامه. هیچ وقت آدم غیر مسلمان رو جلب نمیکنه این کارهای ایران. این اعدام‌ها، این آویزون کردن به بالا، به دار زدن‌ها متصل پشت هم، اینا هیچ کدوم جلب نمیکنه کسی رو. روحش ازش گرفته. این مقدار خشونت پریمیتیو و ابتدایی رو از عربای زمان جاهلیت به اسم بردن، به اسم اسلام. این اسلام نیست. این بنابراین میتونسته اگر ما عرفای داشتیم قوی و میتونستن حرف خودشون رو بقبولونن، اون وقت آزادی به معنای واقعی جا میافتاد. توأم با این معنویتی که میگم در اسلام میتونه باشه وجود داره. پس از کجا آمدن آدمای مثل فارابی؟ اینا یه دنیا لطف و لطافت و انسانیت هن. چطوری شده که اینا هم مسلمونن، هم اینقدر آدمای روشن و آزادیخواهی هستن، احترام بقیه دارن. چیزی که در جمهوری اسلامی ما نمیبینیم احترام به دیگریه. پاسدارا تربیتش میکنن مثل سگ هار که بدون اشخاص بیفته. در صورتی که من جانم هست که اول انقلاب پاسدارا در زندان ایوان بودیم چقدر انسان بودن. اونا مسلمانه بودن، روح اسلام فهمیده بودن، اما مسلمانه امروزی اون آدمای انتقامجوی خشنی هستن. بنابراین اسلام هم ضایع کردیم به خاطر که روح معنویت در ما نبوده، دنبال معنویت نبودیم. آیا نداره فکر نمی‌کنید که خلقیات ما ایرانی‌ها هم مؤثر نبوده در این کار؟ چیه؟ خلقیات ما ایرانی‌ها هم بی تاثیر نبوده در این؟ نه بله اونم بوده، ولی متفکرین ما دنبال راه حل نبودن و قشتی عمل کردن. نتیجهش این شده که آخوند بدبخت بیچاره جاهل شده معلم جامعه که نمیدونی چی بگی به مردم، هرچند بگه نرافی حرف میزنه. نه در یه مسیر سالم درستی قرار ندادن مردم و متفکرین ما، نه لایکا نه مسلمونا، هیچ کدومشون نتونستن بفهمن که مردم چی مردم رو بهشون نشاط میده، امید میده، انسان دوست میده، لطافت میده. من الان اروپا که هستم یه وقتا میبینم که لطافت مردم اروپایی لامذهب که وایسادن میشاشن و به اسلام عقیده ندارن از آقایون بسیار اسلامی به در ظاهر بیشتره.
در لطافت، در کمک، در اینکه من مثلا بارها میشه که در خیابون میرم یکمی بی احتیاطی میکنم کیف پولم میفته، میرم مثلا دختر بچه 12 ساله میدونه دنبال من داد بداد به آقای کیف پولت افتاد. این روحیه در ما نیست، برای اینکه این عمق اسلام رو و معنویت اسلام رو که دیگه قلیلی البته در دنیا خود مسلمان ها قلیل بودن، چون درک این یه امر ظریفیه، همه درک نمی کنن اینو. در نتیجه در ما نبوده این خشونت، فقط بوده همین اینی که الان اسلام هم فرق نکرده با طرف بر ما. از شما همونه علت به نتیجه نرسیدن فریاد آزادی خواهی ملت رو بیشتر عدم شناخت از عرفانی اسلام، معنوی اسلام، چون همه این تعلیمات دینی برای که یه معنویتی رو ما بهش توجه داشته باشیم، نه اینکه نماز خوندی نخوندی، زهر مار که نماز خوندی نخوندی که دین نیست که. نماز یه وسیله‌ای که تو آدم متدینی باشی، به فکر ضعفا باشی، انسان باشی، عدالتخواه باشی، این که خودش که هدف نیست که. آدمای احمق فقط براشون هدف یک بار شدن چند رکعت نماز خوندنه، مثلا برای خودش وظیفه که قائل نیست. این مسئله روح اسلام، روح منور اسلام، روح عرفانی اسلام از ما سلب شده. یه اسلام خشن، یه چیز خشنی به اسم اسلام بر ما باقی مونده. اینه که این نمیتونه آزادی خواه باشه، نمیتونه دیگر دوست باشه، نمیتونه انسان دوست باشه. با سپاس فراوان از شما.